بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا فکر کردید اگه کل تاریخ بشر رو به یک انسان تشبیه کنیم، روز بلوغ این انسان چه روزیه؟ روزی که دیگه دوران کودکی و نوجوانیش تموم میشه و از اونجا به بعده که دیگه بشریت میتونه میوه بده و هدف خلقتش رو به رخ بکشه. حالا اگه با این نگاه به تاریخ چند هزار ساله بشر نگاه کنیم، تاریخی که با آدم شروع شد، با انبیا قدم به قدم رشد کرد، به نظرتون نقطه عطفش که روز بلوغ آفرینش انسان و با شکوه ترین روز تاریخه چه روزی؟ اگه بخوایم از منظر فلسفه تاریخ، البته از نوع دینی و الهیش جواب بدیم، اون روز مسلماً روز قدیره. امام صادق علیه السلام فرمودند والله 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 که خداوند روزی رو با عظمت تر از قدیر خلق نکرد. عزیزانم، قدیر نقطه عطف تاریخه. قبل از قدیر دورانیه که بشریت به رهبری انبیا گام به گام به سوی بلوغ خودش در حرکت بود. همین بلوغی که در قدیر محقق شد، یعنی باز شدن آخرین مرحله از ولایت خداوند به روی بشریت. قدیر مثل یک سکوی پرتاب بود که انسان رو به سمت والاترین جایگاه خودش در نقشه هستی پرتاب کرد و این حرکت همچنان ادامه داره. بعد از قدیر هم حرکتیه به سمت تحقق تام و تمام همون ولایت و حقیقتی که در قدیر طلوع کرد. در واقع عصر ظهور جز عصر شکوفایی و به ثمر نشستن قدیر و جهانگیر شدن این حقیقت به دست وارث قدیر نیست. عزیزان، ما در عصر بلوغ آفرینش داریم زندگی میکنیم. چه سعادتی! بیایید این قدیر با خدای قدیر پیمان ببندیم که پای قدیر بمونیم و وارث قدیر رو یاری کنیم.